خب بچه ما اومدیم این به حساب این پلاستیکی رو گرفتیم که روی آب وای میسه و این قلابه هم ایچی مایه تومه هم گرفتیم میره زیر آب. تقریبا یه متر زیر آب پلاستیکی میبریم که روی آب وایسه بندازیم بکشیم با اینا بیاد. حالا میریم چند تومه دیگه میبینیم کدومشون خوبه بگیریم. اینا هم تومه اسپرینگ. بچه این کرما رو گرفتیم واسه اینکه سیخ بزنیم، واسه قلاب بزنیم سر قلاب. ایناش کن آکروباتش اینجا میبینی زنده هستن، میبینی گاز هم میگیرن. اگه اینجا به دست بگی فشار بدی گاز میگیره و پرورشی هست. اینا هم غذاشون حالا مثل دستمال کاغذی، شیشون تخم، اینا رو با یه سیخ مخصوص به قلاب میزنیم. بعد آکروباتیس اسمش همون آکروبات باز هست دیگه، داخل آب که میره اینجوری حرکت آکروباتیک میزنه، ماهیات جمع میشن دورش. حالا رفتیم اونجا سر قلاب که بزنیم ویدیوش میگیریم که دیگه مشخص بشه. اینم کرم دومیه. آره این اسمش دقیق نمیدونم، دلما داری همچین چیزی. بعد اینا داخلش مثل آب داره، این داره میاد بیرون. بعد اینا خیلی دیر از سر قلاب کنده میشه، مثلا میتونی بندازی تو آب 1-2 ساعت داخل آب باشه، ماهیای بزرگ اینا رو معمولا میخورن. بعد خیلی بو میده، البته نه به مشام ما، نه برای ماهیا. بعد خوب میشه ماهی گیری. چند بار با اینا ماهی گرفتم، ببینیم چی میشه. ما وسایل رو جمع کردیم، الان داریم میریم سمت شهر قرنطس به حساب ماهیگیری اینا انجام میدیم. الان ساعت 3:15 است. تا ما برسیم اونجا فکر کنم یه 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه وقته دیگه. ما ساعت دیگه 3:30-4 دیگه شروع میکنیم ماهیگیری کردن. حالا همون اونجا هم که رسیدیم ویدیو براتون میگیرم. بچه ما رسیدیم، الان ما باید تمام وسایل‌ها رو در بیاریم بریم اینجا برای ماهیگیری. الان نمیدونم تو دوربین نه معلومه نشون میده اینجا باید ماهیگیری کنیم. 2 ساعت دیگه خورشید در میاد. ما الان باید لنسرها رو همه آماده کنیم، مثل این هم که اینجاست. اوه مال من هنو بس نیست. بعد مثل این ببندمش به حساب یه استوب اینجا، خود این که رو آب وای میسه. بعدش هم اینجا خود ماهی مونه که میره زیر. خب بریم بره وصلش. باشا این کرمی که میخوایم در بیاریم و بداریم سر خلابمون. بیدار شد. خوابا بزرگی هست، فرار نکنه. نه کجا میری بیر؟ اوه باز میگیره، باز نگیر. ما هر جوری میکنه سایه میافته اینجا. اینجوری سیخ میکنیم میزنیم گناه دارم و بریم که بدنش نزنه بیرون تا حد امکان. سریع هم باید انجام بدیم که نشکن. چی داره ازش در میاد؟ شیرشه یا انشه؟ بعد یکم از دومش که مونده فاصله میدیم سیخ رو در میاره. به این صورت اینجوری قلاب. بچه قلابات تاشون صافه، مثلا اینجوری قلاب میزنیم، نگه هم داری باید دست میکشی از این ور گرم وارد قلاب میکنی. ری آسته که مستمجی نمیره داخل. آره بر میگرد. اذیت میکنه که بهتر کنش. فریاد میزنه ظالم رحم کن.
ولی نمیدونی که رحمی در کار نیست. باید بری داخل، ماهی ها گرسنه هستن. خب یکم دیگه. اوکی. خب مصدوم آماده است. این سر قلاب از اینجا بیرون زده. حالا دیگه میریم بندازیمش. اوکی. بچه با چخماق دادیم، آتیشمون روشن کردیم. الان هم دیگه گرم میشه، خیلی سرده. فعلا که ماهی نگرفتیم، به جاش توشیش میخوریم تا که میگم داره تا صبح دیگه اسپینینگ میزنیم، شاید اونجوری ماهی بگیریم. در حال هیچ ماهی نگرفتیم. یه تخم مرغی بزنیم اینجور بگیریم ببینیم بعدش چی میشه. کره ها رو میریزیم داغ بشه، بعدش دیگه تخم مرغا رو اضافه میکنیم و بله میریم برای پختن. بنداز که وقتشه. اینم مرحله پختشه. چند دقیقه دیگه صبر میکنیم بپزه اتک بزنیم به تخم مرغا. بچه‌ها 8 پا گرفتیم. باید بکوبه بشیم بزنیم. آخ خاکی شد. مجبور شدیم چاقو بزنیم تو مغزش، هنوز نمورده که گازمون نگیره. تا 8 پا گرفتیم مجبور شدیم بکشیم گازمون نگیره. هنوز هم زنده است. نه اینجا دستش چسبیده. این هم داره صدا میده. بچه ها داره نوک میزنه. بکشش. بچه الان ما باید 8 پا رو پاکش کنیم وگرنه گوشتش سفت میشه. مجبوریم که همین الان پاکش کنیم. نه دندونش نشون بده. چی تو دندونش؟ کرم داشته دندونش دیگه. اصل کاری این پاهاشو به حساب تیکی تیکش میکنیم، بالا سرخش میکنی، سوپش میکنی، هر کاری میکنی انجام میدی. مثلا 8 پا داری. 1 2 3 4 5 6 7 است. 7 تا نه 8 تا. 8 تا. بچه ماهیگیری ما تموم شد. الان داریم برمیگردیم خونه. فقط 2 تا ماهی کوچولو با یه 8 پای بزرگ گرفتیم. دیگه تومم هم تموم شد. دیگه مجبور شدیم برگردیم.